از ماشین‌های عادی تا دکدن در ارگی تی جی. ارگی تی جی سامانه‌ای که دست به کار است. نفهمیدم این چی واخوری مخفی و این چی رفتاری تشویش آور. آقای احمد وضعیت‌های شرکت را شما نمی‌دانید. خانم ماجیده همه چیز را از خود کرده است. برای همین همه را از کار خارج می‌کند. کنی نقل کن. یک چند روز پیش خانم ماجیده به نزد ما آمد. از مدیر محاسبات شرکت خواهش کرد که رقم‌ها را دیگر کند. نفهمیدم. برای چی؟ سببش را نمی‌دانم. تنها همین را می‌دانم که پس از آن روز شرکت قرضدار شد. مقصد ماجیده چیست؟ آخر مشکلی به سر کمال می آید. یعنی کی پسرش رو بچونی بلا گرفتار میکند؟ با خدا که نمیدانم. چیکار میکنیم؟ این طور باشد نقشه ندانستمان رو چخیل ویران میکنیم. با شما همین رو پیشنهاد کردنیم که پگاه به وزارت مالیه عریضه نویسید. حتی با یگان کارمند شناس شوید. اگر برای تفتیش شرکت آیند شاید نمیدانم اکا. از فهمیده هایم تو هم نه آنقدر امیدوار هستی. خانم ماجیده دستی دراز دارد. میفهمم. اما اکا التماس مرا به این کار داخل نکنید. مایلش خواطر نشد. چیچک دخترم با طبق بازی نکن و بخور. حال خوراک خوری هم نداریم. چرا این خیل میگویی؟ زود بخورید تا که پر قوت باشید. بیبی جان با پدرم و خورده توانستید؟ احوالش چه خیل بوده است؟ خوب می شود ولی کمی به او وقت لازم است. چه خیلی یعنی؟ تا رسیدن وقتی دادگاه پدرتون باید کمی صبر کرد. بیبیتون خواست که همین رو بگوید، یعنی پدرتون برای شروع شدن دادگاه وقت دارد. خانم مجیده برای دیدنتان شخصی آمده است. این آدم کیست؟ انتظار شود می آیم. کیست او؟ یکی از پاسبانان ما. آنها دائما همراه ما می شوند. آیا به این احتیاج داشتیم بیبی جان؟ در این روزها به سرمان چی مشکلی ها می آید معلوم نیست. باید خود را حمایت کنیم. میلش به شما اشتهایتان. بسیار حادثه های ناخوش را از سر گذراندیم و من نمیخواهم که هر یکی آنها را به یاد آورده شما را غمگین سازم. به فکر من بیبیتان تنها خواست که ما در امن باشیم. فکر کنید که برای بخطری امان است. من هم تو را جیغ زدنی بودم. از کجا این را حس کردی؟ دلها به هم نزدیکند. بشین. شما برای چی مرا جیغ زدنی بودید؟ اول تو بگو که برای چی آمدی؟ از آن من کمی دنیوی است. کمی از جهت مادی تنقیصی میکشم. نوبت 4 میلیون دادم. فرض کردیم که 1 میلیون را با اون شخص دادی، اما باقی مانده 3 میلیون را چیکار کردی؟ زود تمام کردی؟ برای به حیات نو عادت کردن بعضی خرجای حتمی داشتم. حالا باشد برای به حیات عادت کردن دوام دادن به من پول بیشتری لازم است. بسیار خوب. برای دوام دادن حیات عادت کردن به پول بسیار احتیاج داری. این حالت برای اجرا کردن خواهش من زمینه مساعد فراهم می آورد. آن زمینه چی بود است بگویید؟ حالا بعضی کارها هستند که باید اجرا شوند. این را من کرده نمی توانم، اما این را باید حتما یگان کس کند. شخصی باشد که گرگی باران دیده باوریناک به گرسنه نباشد و آرزوی بالا رفتن داشته باشد. به خدا که تنها نامم را نگفتید و بس. آماده هستی؟ با تمام وجودم. در شرکت یک محاسبه هست. به کارهای دیگران بینی خلانده حجتها را مثل سگ بوی می کند. من به او وظیفه‌اش را خوب میفهمانم. هیچ خواطر نشوید. به تو معلومات مفصل می دهند.
о духтараки хушрӯ каме вақт надоред? чӣ шуд? оё моро маъқул накардӣ? 2 дақиқа исто суҳбат кунем. натарс, мо туро намехӯрем. як тараф истед, маро ором гузоред. ноз кардида, каме суҳбат мекунем, шинос мешавем. исто ин духтарак сернозунуз будааст. якта нигоҳ кун чашмаки зам. ҳасрат духтарам, чӣ гап ҳаст? инҳо кистанд? бо ту чӣ кор мекунанд? дафт шавед, дафт шавед. шумо чӣ гуна мард ҳастед? дигар шумо гум шавед. духтарам, хуб ҳастӣ? хуб ҳастӣ? ягон чиз нашуд? хубам, танҳо каме тарсидам. духтари зебоям, аз ту чӣ мехостанд? шинос шудан мехостанд. ана шинос шудан бемаданиятҳо. гӯш кун, оиди ин ба ибо ва қодир чизе нагӯй. майлаш духтарам, бе ин ҳам ибо оиди мо ғамгин аст. ӯро боз бештар ғамгин накунем. аз ин ҷо меравем, мекӯчем. аз ин ҷо мекӯчем. фаҳмиди духтари зебоям? салом. ман барои ҷойи кори холӣ муҳандиси текстил муроҷиат карда будам ва аз ин ҷониб барои мулоқот маро ҷиғ зада буданд. ҷаноби қодир ҳастед? аҳа, бале. сивиатонро гузоред, мо ба шумо занг мезанем. мулоқот намешавад? ҳоло шахси мутасаддӣ нест, мо ба шумо занг мезанем. майлаш. рӯзи хуш. ташаккури зиёд. چه حال داری؟ چی شد؟ برایت چی شد؟ چیزی مهم نیست. آخر چی شد؟ گپ زن. این کار رو کی کرد؟ چیزی مهم نیست. شبانه خواب آلود به کت زدم. در زیر خواب میکنم. کمی جایگاهم تنگ است. چی خیل کرد؟ از برای خدا به من راستش رو بگو. در درون چی شد؟ در حقیقت هیچ چیز نشده است. همش خوب است. خاطر نشو. یک چیز رو پرسم، آیا از ادوکت ما یگان خبر هست؟ زنگ میزنم جواب نمیدهد. آیا تو واخورده توانستی؟ وای، زنگ زدم. من با اکای احمد واخوردم. او ادوکت شناس داشته است. آید این موضوع تجربه ناک بوده است. برای همین نزد ادوکت تو نرفتم. خوب میلش. آن روز مادرم آمده بودن. یعنی مناسبتتان خوب است نه؟ نمیرنجاند. این همه به مانند حکایت کتی توست.